مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که یه تعداد دیگه از این نماینده‌های مجلس رو قشنگ بشوریم، بذاریم کنار و پشت پرده‌هاشو بهتون نشون بدیم. یه نکته هم بگم که در همین ابتدا برنامه قشنگ برید 1-2 کیلو تخمه بردارید بیارید بشورید، اینجوری مثلا این برنامه تا آخر ببینید. یعنی اوجوبا، یعنی نماینده‌های مجلس، البته این پوچ بود نمیدونم چرا، ولی خب نه بود اینجا هستش. کلا مسئولین گم میکنن دیگه، اینا پیدا کردم. این نماینده‌های مجلس کلا اصلا اوجوبایی هم برای خودشون. قبل که شروع میکنیم از آقای قاضی پور که چند روز پیشم ویدیوشون رو منتشر کردیم، یعنی ایشون جفت‌پا رفتن توی زبان و ادبیات فارسی و این ضرب المثل ز گهواره تا گور دانش بجو رو گفته از گهواره تا گور طلب دانش. یعنی ببینید هیچی نمیگه. پیغمبر عظیم شهرستان گفته از گهواره تا گور طلب دانش. بله دیگه، یعنی ببینید یه دونه ضرب المثل ساده هم بلد نیستن. این اصلا ربطی به این که شما مثلا مال یک استان دیگه باشی یا یه چیز دیگه باشی نداره. این یه ضرب المثل فارسی و شما باید زبان و ادبیات فارسی رو پاس بداری و درست اداش بکنی. حالا یه دم ممکنه فردا بیان حرف بزنن. حالا از این بدتر یکی دیگه از نماینده‌های بی سواد مجلسه که شعر نیما رو میخونه، بعد میگه که یادی بکنیم از سهراب سپهری. داداش یه چیزی رو برام در یه جای کپی میکنی، منبعش هم در بیار ببین کیه، شعر مال کیه، مال کجاست. شعر نیما یوشیجو برداشتی میگه سهراب سپهری. ببینید به قول سهراب سپهری: ای آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان. باید ما هم بگوییم آی دولتی ها که با آمال غیر واقعی خود را دلخوش کرده اید، کارگر و کارمند و پیر و جوان در تورم 60% و 70% دارن میسپارن جان. تکانی بخورید. بله دیگه. حالا برگردیم به اعجوبه تمام نماینده مجلس آقای قاضی پور که میگفت از گهواره تا گور طلب دانش. میگه که امیر مومنین حیدر کرار میگه که حتی برای طرفین به چین هم مسافرت کنید. یعنی یه جمله از امیر مومنین نقل کردن که من هر چی رفتم گشتم ندیدم. احتمالا یه باری یه رانتی یه لابی تو چین گیر کرده، گفتن یه حضرت علی چیزی بچسبونیم تنگش، امام انقلاب اسلام به خطر نیفته، مجوزش رو تو مجلس میگیریم. ببینید امیرالمومنین حیدر کرار فرموده حتی برای طلبین به چین هم مسافرت کنید. بله دیگه، وقتی نماینده مجلس اینجوری اظهار نظر میکنه و توی صحبتاش هم میاد میگه که ای فلانی که عقبت به ما کردی، یعنی دیگه آدم چیز دیگه نمیتونه بگه. عقب داداش یه چیز دیگه است، اون بعد بگی پشت تو به ما کردی. ببینید آیا نماینده که عقبت به ما کردید. بله، یعنی آنچنان هم جیغ و واق میکرد تو مجلس. یارو من گفت داداش یکم آرومتر، یواشتر، ساقی تو عوض کن. ببینید آرام نمیفهمید نیازمند همراه. بله دیگه، تو مجلسی که همه به دنبال نمیدونم دختربازی و زن صیغه‌ای و نمیدونم از این صحبت ها هستن، دیگه مجلس از این بهتر نمیشه. تا یک بار که یه سوتی دادن این نماینده مجلس و داشتن نمیدونم عکس چی نگاه میکردن تو موبایلشون، بعد یکی از نماینده مجلس هم داشت سخنرانی میکرد، بعد بغل دستیش بهش گفتش که از این دختر خوشگلا هم به ما نشون بده. شما تو مجلس رفتید قانون تصویب بکنید یا دنبال در و داف و این چیزایید؟ بشنوید اینا. جامعه ما رو بیان کنن. به ما این دختر خوشگلا رو نشون بده. ما این دختر خوشگلا رو نشون بده. ما این دختر خوشگلا رو نشون بده. اقتصاد ایران متاسفانه به ما این دختر خوشگلا رو نشون بده. به ما این دختر خوشگلا رو نشون بده. بله دیگه، انقدر از این خوشگلا میکنن که این یکی نماینده مجلس همکارانش رو با خانومش اشتباه میگیره. این همکار عزیزمون جناب آقای لاهوتی توجه بفرمایند. جناب بعد موقع بیاد همسرتون شانس آقای لاهوتی. بله دیگه، به نتیجه چی میشه؟ یه مش بی سواد درب و داغون و شوت وارد مجلس میشن که یک FATF ساده رو هم نماینده مجلس نمیتونه تلفظ بکنه. یه بار دیگه میگم نماینده ببینه FATF، بعد میاد چی میگه؟ میگه
توف. ببینید آقایان نگران بحث هستن و FATF. حالا خیلی مهمه اسمه. بله دیگه تلفظ سادم نمیتونه بکنه که توف و مف و FATF و همچه با هم قاطی میکنه. از اون طرف اون یکی نماینده مجلس هم باید بهش حق بدیم دیگه، یه موزه لوور ساده رو نمیتونه بگه، میگه لوور لیور چیزی. یعنی من شیفته این نماینده مجلسم که اینقدر باسوادن و با این سواد توپ خودشون، اینطوری باید بگیم، واژه دیگه نمیتونیم بگیم، با این سواد توپ خودشون دارن قانون تصویب میکنن برای آدم‌های باسواد و بیسواد این مملکت. در دانشگاه سوربن فرانسه چیست و همچنین جمع‌آوری نقشه‌های خلیج فارس از موزه لوور بله اجازه بفرمایید تکرار بکنم. علت لوبر بله ایشون اشتباه نوشتن، منم همون رو قرائت کردم. علت عدم پیگیری حذف رشته‌های در دانشگاه سوربن فرانسه و چیست و علت جمع‌آوری نقشه‌های خلیج فارس از موزه لوور. حالا من یه کلاس آموزشی هم بذارم برای نماینده مجلس. موزه لوور، نگاه کن اینجا گذاشتم، ببین موزه لوور، نه لوور نه لور نه چیز دیگه، لوور. یه بار اگر به گوشت خورده بود میتونستی راحت‌تر تلفظ بکنی ها. شما دیگه نماینده مجلسید دیگه، از شما دیگه آدم یه چیز دیگه آدم انتظار داره و شما نماینده مجلس میرید توی مجلس رأی اعتماد میدید به اون وزیره که اولش گفتم و سایر وزرا که اونجوری میان سوتی میدن. اون یکی نماینده مجلس هم یه دونه پهپاد نمیتونه بگه، میگه پهباند. یعنی این بیسوادی رو دیگه تا حد اعلا میرسونه. البته شنیدم رد صلاحیت هم شدن خیلی از این نماینده مجلس بعد از اینکه ما ویدیوهاشون رو منتشر کردیم و گفتیم اینا چه داغونایی هستن. خبر رسید که اکثر کسایی که در رسانه پشت پرده ما راجبشون مستند ساختیم رد صلاحیت شدن، خدا رو شکر. فرقی نمیکنه اما باز یه عده دیگه میان جاشونو پر میکنن. بریم ببینیم. سقوط پهباند آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. حالا دلم نیامد باز راجع به این آقای قاضی پور صحبت نکنم، یعنی یه برنامه ویژه من بعد به ایشون اختصاص بدم. نماینده مجلس نمیدونه سرمربی تیم ملی کیه، نماینده مجلس بازیگرا رو نمیشناسه، سلبریتی ها رو نمیشناسه، یعنی اطلاعات عمومی زیر خط فقر. فوتباله؟ کیه؟ فوتباله، مربی فوتباله؟ من کار دارم. آقای کیروش سرمربی تیم ملی. من کار ندارم، من کار زیاد کار الان. بابا کار خارجی مربی تیم ملی ایرانه. من طرفدار هستم، آذربایجان والیبال رو میگم. خواننده است؟ خواننده هم هستم، بازیگرم هستم. خدا سلامت. فیلم نمیبینین شما؟ نگاه کنین، شما فقط به موبایل من 2 ساعت به شما دایبت کنم. خب اگه جواب افتاد یه پیرهن قشنگ بهت میخرم. آقا دیگه پیرهن میگفت یه گوشی قشنگ من همه رو جواب میدم. نه من یه پیرهن که کار در نمیاد. خب بچه‌ها هم نمیشناسه. نه نمیشناسه. خب بعدی اصلا نمیشناسه. نمیشناسه. یعنی گلشیفت فرهانی هم نمیشناسه. اسمش شنیدم. از ایران رفت. وقتی نمیشناسه. اسمش شنیدم. کلا پس سینما اینا بله خلاصه این شده داستان ما مردم با این نماینده مجلس که کلا نماینده ها همه چیز رو به تخمه‌های توی خونهشون گرفتن. خیلی راحت کیلویی کشکی رای میدن یه عده بهشون بدون تحقیق لیستی، نتیجه میشه همینا دیگه. اینا میگن که خب وقتی اینجوری رای میاریم چه کاری بریم اطلاعات عمومی خودمون رو بالا ببریم، چه کاری بریم زبان انگلیسی خودمون رو تقویت بکنیم. میریم تو مجلس FATF رو میگیم FATF، موزه لوور رو میگیم لور، پهپاد رو میگیم پهبان. کسی هم نیست که اصلا یقه‌مون رو بگیره بگه خرت به چنده مثلا. مردم هم بیخ. این هم شده داستان ما مردم با این نمایندای بی سواد مجلس. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.